به نام خدا. سلام دوستان عزیزم، وقتتون بخیر باشه. پادکست صدای سکوت امروز رو با کتابی از سگانه روز اول عشق بخش سوم نوشته محمد علی جمشید و جمک شروع میکنیم. سرگذشت جمشید شاه، نخستین پادشاه آریاییان که در سال 1385 توسط نشر کاروان در تهران چاپ شده. ابتدا نوشته پشت جلد کتاب رو برای شما میخونم و سپس کتاب رو با هم شروع میکنیم. راویان قصه های سگانه روز اول عشق زنانی هستند که در کنار مردان بزرگ میزیستند و تاکنون به چشم نیامدند، چرا که در کنار هر مرد بزرگ و خداگونه زنی میزیسته است در شأن و منزلت او که خود عاشقی بی‌نظیر بوده است، در حد اسطوره‌ها و افسانه‌ها و قصه هایی که تاکنون خوانده‌ایم. سگانه روز اول عشق که جلد اولش آدم و حوا، جلد دوم مشی و مشیانه و جلد سوم جمشید و جمک هستش. جمشید و جمک سومین رمان پژوهشی محمد علی در سگانه روز اول عشق است. جمشید پادشاه افسانه‌ای هند و ایرانی است. او در میان هندیان به مقام خدایی رسید که روان مردگان را پس از مرگ به آن جهان راهنمایی می‌کند و در ایران نیمه خدایی شد که برای نخستین بار تمامی سرزمین‌های جهان را متحد کرد و تمدن آریایی را گستراند. جمشید شاه در تفکر ملی ایرانیان جایگاهی ویژه دارد. به گفته متون کهن در زمان شهریاری 700 ساله جمشید در جهان بیماری و مرگ و جنگ نبود. مردم فقط به ساختن جهان مشغول بودند. معماری، طبقه بندی مشاغل، پزشکی و وسایل حمل و نقل از جمله گردونه در زمان او ساخته شد. جمشید دیوان را مقهور خود کرد و از آنها برای برپایی تمدن عظیم آریایی استفاده کرد و سرانجام غرورش او را به نفرین ایزدی گرفتار کرد و تمام تمدن عظیمی که ساخته بود به دست شاه اهریمنی ضحاک ماردوش افتاد و 1000 سال تاریکی سرزمین ایران را فرا گرفت، تا اینکه فریدون از نسل جمشید به پشتیبانی کاوه آهنگر به خونخواهی جمشید و قربانیان ضحاک به پا خواست. در این رمان جمک، خواهر و همسر جمشید، به روایت سرگذشت پرشکوه و در عین حال غمبار این شاه افسانه‌ای از آغاز تا سقوطش می‌پردازد. با من همراه باشید که با مقدمه کوتاه کتاب رو شروع کنیم. روزگاری بود که پی حسی ناشناخته سراسر شهرهای باستانی فلات ایران را در می‌نوردیدم. آنگاه که از گیجی، گنگی و دلسردی جان به لب شدم، در صبحی روشن و آفتابی در ایام نوروز باستانی در هتلی که به قصر و قلعه حصین میمانست، جمک همسر جمشید جم به دیدارم آمد. او با زیبایی چهره و سخنان دلفریب و رویاگونه‌اش بارها سحرم کرد. اندکی بعد که هنوز یاد و خاطرش در ذهنم سماجت می‌کرد، قصه های پراکنده‌اش را با اسطوره‌ها و افسانه‌های بجامانده در متون کهن و پژوهش‌های جدید تطبیق دادم تا منطقی امروزی‌تر بیابد و باورپذیرتر شود. گو که او خود مطمئن نبود که از مشاهداتش سخن می‌گوید یا از آنچه مردمان ایران زمین در طول قرن‌ها آرام آرام آن را ساخته و پرداختند. به هر حال بیش از خواندن لازم می‌دانم به جهت درک روشن‌تر
از روایت به یکی چند نکته اشاره کنم. اول آنکه در چارچوب این اسطوره دیوان زاده اهریمنند، اما الزاماً اهریمن نیستند و آن کس که با دیو می‌جنگد نمادی است از اهورامزدا. دیوان مردنی‌اند و اهریمن چون اهورا تا روز رستاخیز زنده می‌ماند. دیگر آنکه از خلال صحبت‌ها دریافتم جمک زنی است اصولی که بر اثر سیاست زمانه و همدلی با جمشید همسوی تفکرات او شده است. به دیگر سخن طی توافقی آشکار و پنهان پذیرفته است سوار بر امواج خیال نخست اسطوره نویس سپس اسطوره ساز زمانه خود باشد. کمی بغرنج است، ولی چاره چیست؟ بپذیریم که هر اسطوره قواعد خاص خودش را دارد، چه زن راوی آن باشد چه مرد. در زامیاد یش یا اوستا فر ایزدی فروغی ایزدی به دل هر که بتابد از همگنان خود برتری یابد. از پرتو این فروغ است که شخص به پادشاهی رسد، شایسته تاج و تخت گردد، آسایش گستر و دادگر شود و همواره کامیاب و پیروزمند باشد. و نیز از نیروی این نور است که کسی در کمالات نفسانی و روحانی کامل گردد و از سوی اهورامزدا به پیامبری برگزیده شود. فر ایزدی فری است که از چهار پایان و گله و رمه و ثروت و شکوه برخوردار و بخشنده خرد و دانش و دولت و درهم شکننده غیر ایرانی. پادشاهان به فر ایزدی و روشنی جان و پاکی تن و بزرگی اصل و دولت که در خاندان ایشان از قدیم الایام بوده باشد پادشاهی توانند کرد. قبل از اینکه کتاب رو شروع کنیم ابتدا دو نوشته کوتاه رو از دو دانشمند برای شما میخونم. لوی ستروس تنها با گردآوری و تلفیق همه روایات یک اسطوره میتوان نظم را در ورای بی‌نظمی یافت. جورج سانتایانا آنان که نمیتوانند گذشته را بیاد آورند محکومند تکرارش کنند. آغاز سخن. پیش از آن که ندا آید اهورا خداوند روح و حیات جمشید را فرا می‌خواند تا با او سخن بگوید. در ییلاق‌های سرسبز طبرستان و مازندران روزگار ما به خور و خواب و عیش و نوش می‌گذشت تا پاسی از روز در چادرهای رنگارنگ و شبنگام در مزارع و کشتزارها یا درون باغ‌های پرتراوت میوه جشنی برپا می‌کردیم و غلامان و برزگران خود را که بیش از 100 زن و مرد بودند در آن جشن‌ها و سرورها و شب زنده‌داری‌ها شرکت می‌دادیم. عصر روزی که جمشید ندای اهورایی را شنید و چشمانش برق دیگر گرفت بی آنکه لب به سخن گشاید جز پیش من چند پیک فرستاد به روستاها و قصبه‌ها و شهرک‌های دور و نزدیک تا سران مردم را دعوت کند به جشنی همگانی. روز موعود دلاور مردان و زیبازنان با اسب و عرابه و کجاوه یک به یک و گروه گروه آمدند و هر یک هدایایی به وسع خود آوردند. چه می‌دانستند جمشید خوشچهره و صاحب رمه‌های خوب دست و دلبازتر از آن است که محبت‌هایشان را نادیده بگیرد. جمشید نیز به پاس آن ندا 7 گاو زرد، 7 میش سیاه و 7 بره سفید برای اهورا قربانی کرد. فرمان داد طباخان گوشت آنان را به دیگر خوراکی‌ها بیفزایند. گو آنکه خاندان ما به سنت دیرینه گوشت چهارپایان نمیخورد،
اما برای برخی از میهمانان و فقرا می‌دانستیم در مرکز استان دو خواستگار جنگاور بر سر تصاحب زنی زیباروی در مجادله‌اند و جمشید فرمان داد شاهد نبرد آن دو جنگاور باشد تا خود معلوم گرداند کدام یک شایسته تر است بر آن زن زیباروی که خون خاندان ما نیز در رگ‌هایش می‌گشت. نوکران، غلامان و پرستاران ظرف‌ها و سینی‌های پر از میوه و شربت و شیرینی و دیگر خوراکی‌ها را برچیدند و بساط ساز و دهل و کباب برپا کردند. خوب که بخوردیم و بیاشامیدیم، رقاصان میان باریک به پا خاستند و دستفشان و پایکوبان به مجلس آرایی پرداختند. آنان تا مقابل من و جمشید و اسپیتور و اردوک و دیگر مهمانان سرشناس می آمدند غمزه به ابرو انداخته شاباش می ستاندند. حاضران توانگر و مستمن دور زمین مسطح از سر سنگ ها و چارپایه ها و تخت ها نظاره‌گر نوازندگان و تردستی شعبده بازان و رقاصان بودند. کوس مبارزه که نواخته شد، عروس زیباروی آمد و به رسم ادب بر زانوی جمشید بوسه زد. آنگاه بر تخت نزدیک او نشست تا نظاره‌گر بخت و اقبال خود گردد. دو خواستگار سیاه چهره و سفید روی به میدان آمدند، زمین ادب بوسیدند. چنان بود که گفتی هر دو جنگاورانی بی همتایند. نیزه بر دست و کلاه خود بر سر اندکی گرد هم گردیدند و به رسم زمانه برای یکدیگر رجس خواندند. آنکه سفید روی بود با سخنان سنجیده اسلاف خود را بزرگ نمود. به گزاف می گفت اما خوب و شمرده می گفت. بار دیگر گرد هم گردیدند و دهل زنان بر دهل کوبیدند و جنگ آغاز کردید. ناگه در نخستین یا دومین یورش سهمناک آن جنگاور سیاه روی پرموی، آن جنگاور سفید روی بیموی به میان صف اقوام و یاران خود جست و از مبارزه روی گردانید. بدانگونه ترس زده جلوه کرد که گویی شبان جوانی در شکاف کوه و دره‌ای پس از دیدن ماری زهرآگین می‌گریزد. از حاضران جمعی به افسوس و جمعی به تمسخر سخن گفتند. جمعی نیز معترض که از راه‌های دور آمدند برای مشاهده مبارزه جانانه و دادن هدایایی با ارزش به جنگاوران. و اکنون جمشید برخاست و همگان را به سکوت فراخواند. پس آن مرد سفید روی و گریزان از ستیز را بدین گونه سرزنش کرد: ای تو که زیبایی چهره‌ات مایه سرافرازی خاندان توست، ای دلاور زنخوی، ای دلفریب تن پرور، ای کاش هرگز چشم به جهان نمی گشادی یا به آغوش مرد می رفتی پیش از آن که برای پیمان زناشویی به میدان مردان سلحشور بیایی. دیگر برادرم اسپیتور گفت: ای جمشید، ای صاحب رمه های خوب، این مرد را مقصر ندان. در اقلیمی بی صاحب جنگاوری و سلحشوری کاری شایسته و بایسته نیست. بیدل و زهره بودن سراپای مردمان این مرز و بوم را فرا گرفته است. اکنون هیچ از خود پرسیده ای چرا می بایست پس از مرگ جانگداز پدرمان طهمورث به دست دشمنان اهریمن صفت تو و من و این خواهران گرامی و برخی از سرداران و نامجویان این مجلس چون این بدور از غوغا و هیاهوی قدرت و سلطنت به عیش و نوش بپردازیم و همنشین بیکارگان شویم؟ دیگر خواهرم اردوک گفت: پدرمان طهمورث دیوبند 30 سال با دیوان و اهریمنان جنگید. او هرگز
مجال نیافت با دبیران و اندیشه ورزان و سیاستگزاران پایه محکم دوستی بریزد تا پس از خود آنان بین زنان و مردان پیرامون دربارش شایسته ترین فرد را برگزینند و به پادشاهی بگمارند. آن زمان ما جوان بودیم و ناپخته، اما من اکنون خود گفتم شایسته ترین کس پس از پدرمان طهمورث برادر بزرگمان جمشید است که آوازه رمه های خوبش سینه به سینه در سراسر گیتی می گردد. اردوک و اسپیتور گفتند چون رمه های خوب می پروراند و املاک فراوان دارد. گفتم صبح روزی که پیغام دادیم برای گرد همایی پیش از طلوع آفتاب عالمتاب اهورامزدا جمشید را فرا خوانده است برای مأموریت‌های خطیر. هر دو گفتند نشانه این فراخوانی چیست؟ به جمشید نگریستم و او سنگی چون گوی درخشان از صندوقچه چوبین بیرون آورد و پیش روی همگان گرفت. سنگی که در تاریکی شب می درخشید، یادآور ماه و خورشید بود. در دستان پرقدرت جمشید آنگاه ماده‌ای به دهان گرفت، پس آتش مشعل بالا سرش را بلعید و چون اژدهایی آتش را بیرون فرستاد. جمعی از بزدلان مسافتی گریختند. اسپیتور و اردوک و دیگر سران تبرستانی و مازندرانی حاضر در مجلس به پا خاستند. پس گروه پیش آمده زانوی ادب بوسیدند و تبریک و تهنیت گفتند. مردمان دورتر با شنیدن این خبر هلهله سر داده هجوم آوردند که جمشید را بر سر دست گیرند و گرد میدان بگردانند، که چنین کردند و جمشید ایستاد بر شانه غلامان غول‌پیکر و گفت چنانچه اهورا آن دادار پاک در باب سروری من بر گیتی سخن گوید، من نیز خواهش‌های فراوانی پیش روی او خواهم نهاد. اردوک گفت چنانچه اهورا خواهش تو نپذیرد چه؟ جمشید پاسخ داد من با او سخن میگویم، حتی اگر نپذیرد از جسارت خود نمی هراسم. اما چنانچه این سروری و پادشاهی را بر من ببخشاید، به خوشبختی خواسته های خیش را با او در میان میگذارم. هرچند مردمان کوردل و ذلیل بپندارند این عمل زشترین اعمال بوده است در نزد اهورا. آنگاه فرمان داد ساز و دهل بنوازند تا نبردی دیگر بین آن دو جنگاور جوان صورت پذیرد. پیش از آغاز زورآزمایی جمشید آن جنگاور خوشچهره را به سراپرده خود خواند. جوشنی ضخیم بر او پوشاند. یکی چند فن و ترفند و بدل جنگاوری و حیله‌گری آموخت. چنان آراستش که گویی خود جمشید در دوره نوجوانی و 15 سالگی پا به میدان گذاشته است. جوان عاشق پیشه که از عنایت خیش بر خود مطمئن گردید در جنگ تن به تن چنان رشادتی از خود بروز داد که همگان در شگفت ماندند از آن همه نیرویی که در اندام باریک و بلندش نهفته بود. او پس از غلبه بر آن جنگاور سیاه چهره پرمو به فرمان جمشید با یک ضربت نیزه قلب حریف را از حرکت باز داشت و شیر اوژن نام گرفت. جمشید به او استری جایزه داد تا مایه سربلندیش باشد. جشن تا پاسی از شب ادامه یافت. تمامی زنان و مردان اجازه یافتند در غیاب ماه و ستارگان و مشعلها در یک بازی سرخوشانه جفتی تازه برای خود برگزینند. جمشید نوعروس را در ساحل رودخانه یافت. من داماد آینده را از پشت سراپرده خود دور فرستادم. اسپیتور و اردوک نیز هر یک با دختر و پسری از سران محلی عقد مودت بستند. طرفه آنکه صبحگاه
نگهبانان اردوک را حوالی سراپرده جمشید یافتند که در پی ناکامی‌های مکرر مرا ناسزا می‌گفت. روز دیگر که عازم شهر می‌شدیم، جمشید شیر اوژان را فرا خواند، به دست مباشر خود سپرد تا آموزش جنگاوری دهد و ادب بزرگان بیاموزد، خط فراگیرد و محاسبه املاک بداند. بار دیگر که بر چهره شیر اوژان نگریستم، دریافتم او و جمشید تا چه میزان شبیه یکدیگرند. گمان می‌بردم جمشید روزی از این شباهت سود می‌برد. هرگز قادر نبودم بدانم کی و کجا و چگونه. افق دید. ما به عشق دیدار و مجالست با برترین‌های گیتی می‌زیستیم. عاشق قدرت در میان مردمان پرشوکت بودیم. دیگر خواهرم اردوک و دیگر برادرم اسپیتور نیز چنین بودند، اما آنان مجال نیافتند چون ما در جبهه اهورا خود را بشناسند و به دیگران بشناسانند. عشق به قدرت توانایی و قابلیت انجام کار به همراه دارد. عشق به وادار کردن دیگران به تسلیم و رضا در برابر خواست خود لذتی در پی دارد، وصف ناشدنی. شاید تو که قرنها پس از ما به گیتی آمده‌ای و خود را کامران صبوری می‌خوانی، با برخی کسان که در سده‌ها و هزاره‌های بین ما زیسته‌اند یا آیندگانی که از پی می‌آیند این سخن را ناهموار و به خود بزرگ بینی و خودخواهی و منیت من و جمشید تعبیر و تفسیر کنند و در مقام سرزنش برآیند. من از آنان نمی هراسم که حتی جمشید را چنین پندارم. حتی نمی هراسم بیندیشند که ما به آدمیان نژاده می اندیشیده ایم و آریایی را برترین نژاد می پنداشتیم. آریاییان هنوز همسرم جمشید جم را نخستین پادشاه 7 اقلیم گیتی و بنیانگذار قوم آریایی می دانند. او را چشم و چراغ شاهان افسانه‌ای پیشدادی به شمار می آورند. حتی از آن والاتر هندوان جمشید را در جایگاه حافظ و هادی ارواح و یکی از 8 نگهبان 2 جهان مینو و گیتی قرار می دهند. مورخان جمشید را فرمانروای دورانی از شکوه گیتی می دانند و گوناگونی طبیعت وی را انگیزه تفکرات بسیار و نمادی از سرنوشت بشر در طول تاریخ پرفراز و نشیب خود به شمار می آورند. آنان نیز چون ما ایرانیان اعقاب جمشید را به کیومرث می رسانند. آن نخستین انسان، آن نخستین شهریار پلنگین پوش که 30 سال بر کوهها و صخره‌ها فرمانروایی کرد. راهبری یا نگاهبانی. در صبحی روشن که جمشید بر خود می‌بالید که صاحب من و رمه‌های خوب است، اهورامزدا نیز به آیینی اندیشید تا زنان و مردان آن را بیاموزند و پیرو راستی و نیکی شوند و از زشتی‌ها و بدی‌ها بپرهیزند. پس بران شد آیین خود را به کسی بسپارد تا راهبرش باشد و مردمان را در بکارگیری آن آیین پاک یاری کند. پس به جمشید که داناترین و برازنده ترین مردم گیتی بود در آن صبح روشن نظر افکند. فرا خواندش به کوه دماوند تا با او رأی زند. جمشید عازم سفر گردید و چون به قله رسید اهورا فرمود ای جم نیک چهره و خوب رمه، عزم کردیم آیین راستی و پاکی را در جهان بیش از پیش استوار گردانیم و تو را برای راهبری این آیین برگزیدیم. آماده باش تا راهبر یا نگهبان آیین ما باشی. جمشید گفت ای اهورا، ای دادار پاک،
من رهرو توام، اما برای راهبری کیش تو آفریده نشدم و نگاهبانی آیین تو را نیاموخته و در این رشته آزموده نیستم. می‌هراسم از عهده بر نیایم و شرمندگی چهره مرا پیش تو تیره و تار کند. فرمود ای جمشید، ای نیک چهره خوب رمه، اکنون که برای راهبری آیین ما آماده نیستی، پس نگاهدار گیتی باش. آنچه را آفریده ایم بیفزای و نیرومند کن. چنان کن که زندگی بر مردمان خوش و آسوده گردد. شهریار گیتی باش و آن را فراخ گردان. ببالان و حامی و پاسدار و نگاهبانش باش. جمشید هیچ نگفت و چون از کوه به زیر آمد، در قصر فیروزکوه مرا به یاری طلبید. روزان و شبانی چند به شور و مشورت سپری کردیم. او طالب قدرت این جهانی بود، نه طالب قدرت آن جهانی. من نیز با سخنانی نقد مجابش کردم که قدرت می‌آورد و هرچه افزونتر بهتر. پس او با اندیشه درست بار دیگر به قله دماوند رفت و نزد اهورا سر فرود آورد. گفت ای دادار پاک، من آفریدگانت را می افزایم و نیرومند می کنم و از آفت و آسیب‌های اهریمنان دور نگه می دارم. جهانت را می بالانم و حامی و پاسدار و نگاهبانش می باشم. فرمود درود بر تو. حال بازگوی از ما چه می خواهی جز آنچه به تو ارزانی داشته ایم. گفت ای نیک، ای توانا، اینک از تو خواستارم با ارج فراوان به شهریاری بزرگی دست یابم، بیشتر از آنچه تا کنون به پیشدادیان ارزانی داشته ای. فرمود دست یاب. گفت در فرمانروایی من باد سرد و گرم را، غم و بیماری و مرگ را از مردمان دور گردان. روا دار که سالیانی دراز در قلمرو من کسی پیر و فرتوت نشود. پدر و فرزند هر دو چون جوانی 15 ساله به نظر آیند. چنان کن تا در زمان اقتدار من گیتی لختی بیاساید. فرمود در زمان اقتدار تو مردمان گیتی لختی می آسایند. گفت ای توانا، اینک از تو خواستارم در شهریاری من خوراک مردمان بسیار و انبارها پر از غله باشد. فرمود در زمان اقتدار تو انبارها پر از خوراکی و پوشاکی باشد. گفت طالب آنگونه شهریاریم که در آن اسبان شیهکش و گردونه های خروشان و تازیانه های تنین افکن فراوان باشد. همچنین از تو خواستار 2 گونه موجود چالاکم، چالاکان 2 پا و چالاکان 4 پا. چالاکان 2 پا برای شرکت در جنگ ها و ستاندن داد مظلومان و چالاکان 4 پا برای سوددهی به چالاکان 2 پا، که تو از سر کرامت آنان را به بهترین مخلوق خود می‌دانی. فرمود در زمان اقتدار تو آدمیان و 4 پایان چالاک خواهند بود. همچنین عرابه های 4 اسبه فراوان خواهد شد. گفت من خواستار چنان نیروی اهوراییم که بتوانم دشمنان خود را با برتری کامل شکست دهم. پس خود و همگنانم بدخواهان را از دور دیدبانی توانیم کرد و دشمن را توانیم برگرداند و هماورد بدخواه و کینه‌توز را به یک زخم شکست توانیم داد. من آرزومندم که در پیکار بر هر بدخواه زشت کینه‌توز بداندیش، بر هر بدگفتار و بر هر بدکردار چیره شوم. فرمود
به آنچه خواستید دست می‌یابید. اگر عهد و پیمان خود را با من نشکنی و مغرور نشوی از آن همه اقتداری که ارزانی تو می‌داری. جمشید گفت آرزومندم این کوه مقدس نه بر فرات ایران بلکه در سراسر گیتی سایه افکن شود. فرمود چنین کن چنانچه خواستار آنی. گفت من و جمک خواستاریم در نیکاندیشی و نیک گفتاری و نیک رفتاری کامیاب گردیم. همه دشمنان دیوسیرت را نابود کنیم تا به مزد نیک و نام نیک توانیم رسید و روانمان بهره جاودانه بیابد. من و جمک آرزومندیم که برای یاری مردان و زنان پاک و چیرگی بر مردم بدکردار دیر زمانی در کنار هم چون یک روح در دو تن زنده بمانیم و زندگانی را به کامیابی سپری کنیم. فرمود چنانچه بر عهد خود پایدار مانید چنان شوید که خواستید. جمشید از شکاف کوه فریاد برآورد: ای اهورا، ای دادار پاک، ما خواستار روشنایی شادی بخش و بهشت پاکانیم. باشد که زنان نیز اکنون که مردان به گیتی قدرتمند شدند جایگاه و منزلت والا و در خور بیابند چنان که من و جمک آرزومندیم. فرمود من پهلوانانی را می ستایم که به صفت مردانگی گشایش دهند. من زنانی را می ستایم که به هوش فرزندان و نوادگان خود گشایش دهند. به آنان دل و جرأت دهند تا تندتر از تند و دلیرتر از دلیر باشند. من آنان را می ستایم که به سان بهره ایزدی به جایی رسند که زنان و مردان افتاده را از گرفتاری رهایی بخشند. حال ای جمشید، بازگو به چه ضرورتی و با کدام رخصت جمک را به نزدیکی این مکان خصوصی آورده ای؟ گفت من و جمک یک روح در دو بدنیم. از دلیری من به او هم بهره ده تا همراه و همدل من باشد. فرمود ما هرگز روا نداریم گناهان و ثوابان تو را به نام او ثبت کنند. او در جایگاه روح خودش خواهد ایستاد. هرگز کسی را در گور دیگری نخواباند. و قسمت بعدی آغاز شهریاری جمشید هستش که دیگه وقت به من اجازه نمیده بقیه کتاب رو برای شما بخونم. امیدوارم تا همینجا که تونستم براتون بخونم خوشتون اومده باشه و اگر از نثر و روایت این داستان لذت بردین حتما کتاب رو برای خودتون تهیه کنید و کتاب رو بخونید. در انتها شعر کوچکی در فصلی از زیبا از این کتاب اومده که براتون میخونم و خداحافظی میکنم. آتش بگشا بر روی آتش، با دیگران همان کن که با تو میکنم. اگر چنین باشد و بشود چه جهنمی میشود این دنیا. کیهان را به درون هیچی بوزان، نبردی سهمگین ما را وامی دارد به جنبیدن. آتش بگشا بر روی آتش، آیا پایان نزدیک است؟ آتش بگشا بر روی آتش، تیر بینداز بر تیرانداز. آیا ما خواهیم مرد یا آنان؟ زمان چه زود می‌گذرد، کوتاه و تند و سوزنده. آرماگدون اینجاست، آنسان که پیشینیان در آن سوی آبها گفتند پر می شود ریه‌هامان به زودی با بادهای سوزان مرگ. ایزدان می خندند پس بکش نفس آخرت را، پس بکش نفس آخرت را. خدا نگهدارتون.